کیست این پنهان مرا در جان و تن که زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز کیست؟ بنگرید صاحب آواز کیست؟ سلام بر غافل سالار عشق، سلام بر مردن کونین، سلام بر دلبر دادگان، سلام بر فخر عزت و شهامت و شجاعت، سلام بر مردانگی زهران نینوا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سید الانبیاء و اکرم الشفعاء سیدنا ابی القاسم محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین ثم الصلاة والسلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحثمون انشالله در علم و عقل و نور خواهد بود. سه تا کلمه انشالله خدمتتون باشه که اینا به هم مرتبطه و بالاخره آخر کسب نور انشالله. منتها اینا مقدماتی داره، یعنی ما عرض میکنم خدمتتون که یک کاری میخوایم انجام بدیم، اول بررسی میکنیم که چقدر امکانات داریم، مقدماتش در ما هست یا نه. درست طلب خیلی خوبه، خودش خواستن خیلی خوبه، این شوق و اشتیاق بسیار خوبه، اما نه این است که بدون مقدمات یه سیری در خودمون بکنیم. چه لازمه؟ من میخوام نورانیت پیدا کنم، چه چیزایی لازمه، چه بکنم؟ در گذشته خدمتتون عرض کردم، الان فقط همین صحبت هست که من نمیدونم غیبت میکنم چه ذکری بخونم، ذکر نداره، توبه کن. نمیدونم من بد اخلاقم چه ذکری بگم. آخه ببین، ذکر رو منکر نیستیم، بارها عرض کردم خدمتتون، ولی اینا ببینید اگر خیلی ادامه بدیم از این مبانی میافتیم. مبنا داریم ما در اسلام، اخلاق داریم، علم اخلاق داریم، اساتید اخلاق داریم، پس اینا چی میشه اون وقت؟ دیگه در کتابا رو ببندیم، من بد اخلاقم یه ذکری بخونم، خوش اخلاقم، یعنی حرفای قدری دیگه عوامانه است. بله ذکرم سر جاشش، منکر نیستیم، اینقدر ما ذکر داریم، دعا داریم، اصلا اینا نباشه نمیشه، اما نه این است که برای همه چیز ما ذکر داشته باشیم. به من خیلی مراجعه میشه، باور بفرمید من فلان صفت رو دارم، چه ذکری بخون بگم؟ برو توبه کن. به هر حال نورانیت، کسب نور، نای مقدماتی میخواد که کسب علم، چون عاشوراست دیگه. ببین امام حسین سلام الله علیه نهضتش نهضت علمی بوده، بارها خدمتتون عرض کردم. غیر از این چیزی که شما پیدا کردین به من بفرمید، جز این که و بذل محجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلالش و فلسفه‌ای برای قیام سید الشهدا، غیر از این پیدا کردید به بنده بفرمید. آقا در اون زیارت 40 میخونیم که آقا جان در کف نهاد تا بندگان تو از نادانی برهاند. خلاصه عزیزان، من بی‌تعارف بگم، حالا من دیگه پیر شدم، سنم گذشته، شماها که جوان هستین، ما الحمدلله این توفیقات رو داریم که این مجالس رو داریم، هر سال عاشورا، محرم، این سلطان محبت خودش تمام مجالس رو اداره میکنه در همه جای عالم، کسی نمیدونه، نه مدیر داره نه ستاد داره، فقط سلطان محبت. خب در این مجالس آقا باید عوض بشیم،
ببین دهه حره باید تجدید نظر بکن. دهه قمر بنی هاشمه، دهه علم و دهه جوانمردیه، دهه زینب کبراست، دهه علم لدنیه عزیز من، دهه علی اکبره، بله دهه خلق پیغمبریه. فرمود که اشبه الناس به رسول الله خلقا و خلقا، خلق عظیم داشته دیگه. انشالله میرسیم به این چیزا. به هر حال اینجا میگیم دهه عاشورا باید عوض بشیم، بنده باید عوض بشم برم. چطور یه کسی میره مکه میگه آقا چیکار کردی؟ بعضیا میرن عوض میشن، بعضیا نه، همینن که هست. من این حرفا رو اینقدر زدم که دیگه هم شما خسته شدید هم من. 30 سالم مشرف شده هیچ چیش عوض نشده. نمیدونم خیلی چیزا. حالا غرض این است که اینجا تو این دهه تو این مجالس باید یه چیزی بگیریم بیایم بیرون. حالا دهه علمه، بله عزاداریم، گریه میکنیم، عزاداریم. این منافات با عرض شود خدمتتون که نهضت علمی از سید الشهدا نداره. بله اون شاعر عرب خیلی زیبا گفت. آخه بعضی هم میان آقا برای چی گریه میکنیم؟ اصلا اینا گفتن نداره. آقا برای ثوابش گریه میکنیم؟ نه. برای چی گریه میکنیم؟ بابا این آدم برای عزیزش گریه میکنه دیگه، این سوال نداره اصلا. این خیلی زیبا گفته، میگه که تبکی که عینی لا لاجل مثوبت. امام حسین چشمم برات گریه میکنه نه برای ثواب. ها الله اکبر. تبکی که عینی لا لاجل مثوبت لکن ما عینی. آخه اصلا لاجل کباکی، اصلا برای تو گریه میکنم من. چرا؟ تبتل کربلا منکم بدم ولا تبتل منی بالدموع الجاریه. سرزمین کربلا با در خون شما رنگین شد، حالا من هنر میکنم 2 قطره اشک میریزم. لکن ما عینی لاجل کباکی، برای تو گریه میکنم، نه ثواب میخوام نه چیزی. حالا ثواب میگه دستگاه سید الشهدا اینقدر بزرگ عریض طویله، ثواب ریخته. اصلا بزرگان چشم میدوزن به این دهه که چیزی بگیرن از این دهه. من و امثال من چیزی نیستم. بنده مرجع تقلید شیخ جعفر ششتری میگه دیدم آخه اون اینطور بگه من چی بگم. میگه نشستم، جملهش اینه خیلی زیباست، فانی لما اشتعل الرأس شیبا. دیدم که برف پیری بر سرم باریده و امتلأت العیبة عیبا. ظرف عمرم پر از علم شده، عیب شده، پر از عیب. چیکار کنم؟ میگه نگاه کردم دیدم یه وسیله خیلی سریع و مؤثری است که من بیام بیرون توبه کنم، تجدید نظر بکنم، و اونم خود سید الشهدا است. بله باید ما شفاعت بطلبیم در این دهه. حالا برای اینکه مقدمه فراهم بشه گفتم که این چیزا من میخوام از علم سید الشهدا استفاده کنم، از اسرار اهل بیت استفاده کنم. جوانان تو رو خدای خدا به هوش باشید. من نمیدونم روز به روز بر تعداد دکاندارها افزوده میشه. رفتیم پیش یه نفر همه چیز میفهمه، اینا ملاک نیست. بنده منکر کرامت نیستم، الحمدلله رب العالمین. ریشه های علمی کرامت هم یه وقتی نگاهی کردیم والا اگه خدا بخواد. اما این نیست که بگیم کرامتی نیست، نه این جموده. بعضی هم میخوان بگم ما خیلی دانشمندیم، میگن کرامت نیست. هر کس کرامت را از بیخ رد کنه بی سواده، سواد نداره اصلا. کرامت یه بحثیه خودش. باید یه مقدماتی داشته باشیم ببینیم ما چگونه ترقی کنیم، یه بررسی بکنیم. حالا میگم به شما حدیث آوردم براتون بخونم،
قبل از اون حدیث عنوان بصری رو به عنوان محل شاهد یه چیزی ازش عرض میکنم و تا اون حدیث بخونم انشالله. خدا را قسم میدم به عظمت صاحبان این ایام که همه امور ما رو، عزاداری های ما رو همه را همراه با عافیت قرار بده و حسن عاقبت به هممون بده. عنوان بصری یه پیرمردی بود با سواد، خیلی جاها رفته بود. از سازنان آمد خدمت امام صادق علیه السلام. آقا تشریف دارن. یه جورایی شد که خلاصه آقا را دید و آقا فرمودن که برو پیش مالک. خب پیش مالک هم میرفت دیگه. حالا چرا کسی رفته پیش امام صادق؟ حضرت ارجاعش میکنه به مالک، اینجا یه اسراری هست. یه فهمید که حالا این دیگه بالاخره حالا یا یک کنایه‌ای بود که حالا بالاخره تو چه میدونسته ما هستیم، چیریم برانور میرفته، بازم برو همونجا. بعضی از اهل دلم گفتن که این برای ازدیاد تشنگی بوده، خواست تشنگیش زیاد بشه. چه باید تشنه بشه؟ ببین این بنده خدا بی خود نگفته آب کمجو تشنگی آور به دست، خود شاهد درست گفته. اصلا تشنه نباشه نمیشه. ای بیا بشین، بیا بارکالله پسر، بیا ببین برات حافظ میخوام بخونم. آدم چشمشو میماله که تو کی حافظ تمام کنیم بره سر موبایلش. این فایده نداره. انا لله و انا الیه راجعون میگه تو زودتر ولش کنی. بیا بشین ببین چی گفته. فایده نداره. با تشنه باشه بدو و دنبالت. بله آقا تشنگی عجیبه، هر چی هست در تشنگیه. یه آقای علامه طباطبایی استادی داشته در نجف، نه کولر بوده نه وسایل بوده، یه سردابایی بوده در نجف، میرفتن اونجا خنک میشدن، اونم بر یه حد محدود. مثل اون استاد گفته بوده، شاید اینجوری بوده که فقط من ساعت 2:30 بعد از ظهر وقت دارم. آقا آفتاب نجف عجیب شوخی نیست، یه چیزی میشنوید، بعضیتون هم دیدین دیگه. خلاصه میگه از این بر شهر تا اون بر شهر علامه طباطبایی میرفته، چگونه میرفته برمیگشته خدا میدونه، اما باید برای این استاد من استفاده کنم ازش. این تشنگی. حالا حضرت میخواست که ازدیاد تشنگی هم در عنوان بصری بشه. خلاصه هیچ بار پیش مالک اومد بیرون. چیکار کنم؟ رفت حرم رسول خدا علیه و علی آله السلام نشست و گفت خدایا تو رو قسم میدم به این پیغمبر اکرم، این قلب این آقا را برای من نرم کن، من میخوام برم منو راه تحویل بگیریم، یعنی امام صادق. خلاصه بلند شد، پیغمبر اکرم قبول کرد توسلشو، رفت به آقای پیامبران دست به دامن شد. شوخی که نیست که. وقتی برگشت میگه دیدم آقا اوضاع عوض شده، خادم آمد بیرون. آقا تشریف دارن؟ گفت ادخل علی برکت الله. بله یا رفتم نشستم. امام صادق آمد. خب چی میخوای؟ آقا این نرفته بود حمد سوره‌ش هم درست کنه که یه شک سهو نماز رو یاد بگیره، که یه چیزایی بودم آسوادی بود، یه چیز خاصی میخواست. امام حسین هم برای این چیزای خاص قیام کرد. خاطرتون جمع کنم، شما را به خدا فکر نکنید برای شک و سهو قیام کرد امام حسین. یا مثلا برای که نماز بخونیم، نماز رو 4 رکعت بخونیم، مغرب و 3 رکعت. بابا اینا مردم بلد بودن، مغرب 3 رکعت میخوندن، ظهر 4 رکعت میخوندن به خدا، صبح 2 رکعت میخوندن. اینا رو میدونست امام حسین. امام حسین قیام کرد برای این چیزای فوق العاده، برای چیزای خاص، چیزای خاص که یک بهجت درست میشه، بهادینه درست میشه. حالا اونم نشد، لااقل یک آدم مسلمان سربزیر متعبد عاقبت به خیر درست میشه. عزیز من
پناه بر خدا میبرم، پناه بر خدا. هر حرفی رو نمیتونم بزنم. بعضی خیلی عقب موندن، ظواهر ماشاءالله خیلی عالیه ولی از بواطن خبری نیست. خیلی خوب، امام صادق سلام علیه آمد نشست. چی میخوای آقا جان؟ گفتم باید اول یه آمادگی داشته باشیم. میخوای مدرسه درست کنی؟ خب اول زندگی تو بررسی میکنی ببینم من چه کار میتونم بکنم. جا دارم؟ مثلا افرادی هستن که بیارم اینجا معلم بشن، وام میدم به من. اینا رو بررسی میکنی اول. مگه میشه شما برین همونطور فوراً یه تابلو بزنیم بشینید؟ یا میخوای مهمون دعوت کنی، یه بررسی اول میکنی در داخلی خودت، در امکانات خودت. حالا این مرد نشسته، خب آقا جون چی میخوای؟ آقا از اون چیزا که شما ها دارین از اونم میخوام. الله اکبر. از احادیث عجیبه ها. پیر مرده، عنوان بصری، استاد دیده، اینقدر رفته آمده. خیلی خوب، علم میخوام آقا. فرمود اذا اردت العلم فاطلب اولا فی نفسک العبودیه. بابا اگر از علوم ما میخوایی، از اسرار ما میخوایی، اول تو خودت یه تفتیش بکن ببین چه بنده ای هستی، چگونه بنده هستی. عجب. فاطلب اولا فی نفسک العبودیه. اول در خودت عبودیت رو بگرد پیدا کن. چقدر میتونی بنده باشی. بعد میگه وقتی که این گردش رو کردی، محاسبه رو کردی، امکانات رو سنجیدی، فاستفهم الله یفهم که، از خدا طلب فهم بکن خدا بهت میفهمونه. حالا این حدیث رو براتون آوردم بخونم. بحث ما علم و عقل و نور باطنه. انشالله اینا رو امشب آمدم که مقدماتی داشته باشیم. دهه عاشوراست، مجلس امام حسینه، یه بررسی بکنیم ببینیم ما چه میتونیم بکنیم. این حدیث نشون میده. بله، عرض میشود که امام موسی بن جعفر علیه السلام به هشام میگه. ببین هشام یادتون باشه شما اهل فضل بر وزن کتاب، بعضی حتی در سخنرانی میگن هشام. من نمیدونم کجا آوردن اینو. من هشام بود یعنی گفتنش آسونه، صحیح صحبت کنیم بهتره دیگه. بالاخره هشام ابن حکم. حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه یک صحبت طولانی با هشام داره، تیکه تیکه. اینا در کتاب نورانی کافی آمده. این یه تیکشه. ببین امام موسی بن جعفر سلام الله علیه به یکی از یاران عزیزش اینا را گفته و اینجا از جدش امیرالمومنین نقل میکند. در جاهای دیگه این حدیث انشاء خود حضرته، توجه فرمودید. ولی اینجا امام موسی بن جعفر علیه السلام از جدش امیرالمومنین نقل میکنه یا هشام. ببینید کان امیرالمومنین علیه السلام یقول، جوانان عزیز، کان یقول فارسیش میشه که مثلا میگیم فلانی میگفت، فلانی میگفت. اگه یه دفعه بگه نمیگن میگفت، یعنی مکرر میگفت. این استمرار داره این حرف، یعنی همیشه میگفت، مکرر میگفت. کان امیرالمومنین علیه السلام یقول، امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمود ما عبد الله بشیء افضل من العقل. خدا پرستیده نشده به چیزی که شریفتر و با فضیلت‌تر از عقل باشد. دین عقله، دین عقله، دین علمه، همین دین مبناست. و ما تم عقل امرئ حتی یکون فیه خصال شتا. عجب. عقل مردی کامل نمی شود مگر اینکه چند تا خصلت در او باشد. حالا من خودم اعقل من فی الارض میدونم. هیچ که بله، خب باید ببینم واقعا اصلا عقل دارم یا ندارم. وقتی داشتم چقدر دارم، من خودم میگم.
خیلی خوب. اینا ببینید، اینا آمادگی های کسب نوره. اینا را با جوانان به خاطر بسپرن. اینجا هشام میشنو از موسی بن جعفر سلام الله علیه و امیرالمومنین این آمادگی را میده که ببین بابا بخوای یه کاری بکنی این امکانات باید باشه، بعد این کار بکنی. این شرایط باید میفرماد در تو باشه تا انشاءالله مورد حبوط انوار الهی بشی. این شرایط به بررسی کن ببین داری خودت یا نه. راستی ها و الا حالا برو پیش فلان آقای دکندار. بله یه نگاه بارکالله پسرم تا اینقدر برو بخون، برو جوشن کبیر بخون. بابا اینا رو نباید بگه، متخصصه. حتی یکون، این عقل کامل نمیشه، آمادگی حاصل نمیشه حتی یکون فیه خصال شتی، این چند تا خصلت باید دارش باشه. من این رو میگم امشب انشالله میرم ببینم واقعا خودم دارم یا ندارم. اگه ندارم خب بالاخره کوشش کنم از خودم مدد بگیرم. چیه؟ الکفر و شر منه مأمونان. کفر و شر، ببین کفر همش کفر نیست که آدم مثلا کافر فقهی باشه. کفر مراتب داره، خلاصه تمام مراتب کفر. و شر منه مأمونان، یعنی خاطر جمعیم، در امان هستیم که این دوتا از او صادر نمیشه، بعدی ازش نمیاد. بله بعضی هستن که اصلا بیشر نمیشن، خدا شاهده. یه تلفن بهت میزنه دستات میلرزه. من والله العظیم خودم دیدم اینو. یه تلفن خیلی ساعت قوم خیش تماس ها، خیلی ماشاءالله مرتب میاد، منظم، محاسن داره، انگشتر داره، جمکرانم میره. اما وقتی که زنگ میزنه من استغاثه میکردم به خدا که چی میخواد بگه پروردگارم. بالاخره یه چیز سنگینیه. و رشد و الخیر منه معمولان، اما برعکس رشد و خیر از او متوقعه. آدم میدونه از این جز خیر نمیاد. یه چیزی بگم باور ممکنه نکنید. یه عالم ربانی با من انتساب داشت، خدا رحمتش کنه. ربانی بود به معنی الکلمه. آیا مردم، خواهران، برادران، هم از خدا کمک بخواهید از اشرار شما را حفظ کنه، هم مواظب حرف زدنامون باشیم. آدم هر چیزی را که میدونه نمیاد بگه. خدا نکرده یه صحنه دیدی در خیابان، واجب نیست بیای بگی. یه چیز بدی شنیده، واجب نیست بشینی برای زن بچه تعریف کنی. یه اتفاق بدی در یه خانواده افتاده، نمیخواد تو بشینی بگی تعریف کنی. یک تلفن یک نفر بهش کرد، ایشان مرد. گفتن ایشان افتاده زمین، اومدن بردن بیمارستان. آخر خودش دیدم نزدیک من بود، محرم من بود اصلا. گفتن قضا که هم خود گفت والله این حرفا نیست، از دهانش شنیدم. یکی به من یک تلفنی زد، اینطور شدم من. گفتم چی گفت؟ گفت اگه بگم دوباره همون حال میشم. آقا چند صباحی گذشت ایشان مرد، با یک تلفن مرد. اینقدر بدونید و آگاه باشید. بعضی اصلا شرن، نماز هم میخواد، روزه هم میگیره، ولی بلد نیست حرف بزنه، بلد نیست برخورد بکنه، اصلا شره، هیچ امانی ازش نیست. برعکس و رشد و الخیر منه معمولات، این که عقل کامل اینی که میگه رشد و خیر ازش متوقع. هم میدونن آقا از این جز خیر نمیاد. وقتی به تو مراجعه میکنه تو میدونی که صدمه‌ای به تو نخواهی یافت، بالاخره همش خیره، اومده یه چیزی خیری برسونه. الله اکبر. حالا و فضل ماله مبذول، یکی از نشانه های دارنده عقل کامل این است که زیادی مالش انفاق میشه. یه وقت هست که نه، یه چند تا چیز داره، پتو کهنه پاره چیزی
اینا جا رو تنگ کرده، حالا میگن فلانجا سیل اومده اونا کمک کنید، نه میگه ها خیلی خوب شد دیگه، اصلا خواستم اینا رو ببرم بیرون میدیم به اینا. نه این فایده نداره. ببین قرآن میگه لن داره نفی ابده، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. هرگز بر حساب نمی شود، هرگز انفاق حساب نمی شود مگر از چیزی که دوست داریم بدی. اما این نه، اینو گذاشته بودم که فلان کس ببره بیرون ها میدم، نه این فایده نداره. زیادی مال رو میبخشد. الله اکبر. یه حدیث مؤید اینو بگم، اینم عین همینم هم روشن‌تر بشیم. میفرماید توبا، خوش به حال کسی که یک چیزی رو انفاق بکند، یه چیزی رو نگه بدارد. کدومه؟ توبا لمن انفق فضل ماله. خوش به حال کسی که زیادی مال رو انفاق بکند. و امسک الفضل من قوله، زیادی سخن را نگه میدارد. اصلا یه حرفی که میزنیم، نمیخوام بگم حرف نزنیم، تو خونه حرف بزنین، اونس بگیرین، بخندین، نگه مجسمه بشینیم، اما یه وقت یه حرفای اصلا لازم نیست، اصلا نگیم میشه، هیچ مهم نیست. پس چی شد؟ بر رشد بالخیر منه معمولان و فضل ماله مبذول و فضل قوله مکفوف. یعنی این فضل گفتار حرفای زیادی رو نگه میداره. و نصیبه من الدنیا القوت. نمیخواد بگه گرسنگی میکشه میوه نمیخوره، نه، به یه اندازه معقول قانع، اندازه معقول، نه اینکه دیگه بله خیلی صبح تا شب تلاش بکن، نه، به اندازه معقول قانع. اما یه چیزی سیر نمیشه، لا یشبع من العلم دهره، تمام عمرش از علم سیر نمیشه. یه عالم ببینه، دانشمند ببینه، استفاده میکنه. آقا یه وقت یه کاریه، خدا از اون کار راضیه، این آدم یه خورده سر این کار خفیف میشه، نه که بگیم بی آبرو میشه ها، آبروشو نه، یه خورده خفیف میشه. اما الان یک آقای یک مقامی میخواد بهش بده، اونجا خیلی برو بیا داره، ولی باطن امر چیزی نیست. این سبک شدن را بیشتر میپذیره تا اون مقام. میفرماید که از ذل احب الیه مع الله من العز مع غیره و تواضع احب الیه من الشرف. آقا تواضع برش محبوب تر است از این که یکی بگه یا الله یا الله بفرمید بلند شد، نه، این تواضع برش محبوب تر. حالا گوش بدید، خیلی جالبه. بعضی بخوان یه چیزی به کسی بدن، خیلی اونو بزرگ حساب میکنن. دیده شده ها که اینی که بهش دادم اصلا دیگه از اینا نیست، که 2 تا فقط در دنیا از اینا هست، یکی نمه موزه هلانجا، یکی هم پیش من دادم بهش دیگه، در حالی که تایش درگیری چی نبوده. اما خود این عقل، صاحب عقل کامل میگه یه دریا به یه نفر چیزی بده به چشمش نمیاد، میگه کاری نکردم، شرمنده هستم. گوش بدید، یستکثر قلیل المعروف من غیره، کمی بهش احسان بکنن، خوبی بکنن، از یک غیر کمی بهش خوبی بکنه، اینه بسیار میشمارد. دستش درد نکنه، گفت خیلی خوب بود. و یستقل کثیر المعروف من نفسه، اما خودش به کسی چیزی بده کم میشماره، میگه من چیزی نه، این چیزی نیست، کاری نکردم. حضرت رضا علیه السلام داشت میرفت، این عرض شود که ابو نواس شاعر معروف اومد جلوی راهش. اون زمان آقا ماشین سواری شخص یک اسب بود یا یک قاطر خیلی قوی، اگر کسی اسبش به کسی میداد یعنی ماشینش بهش میداد. الان در زمان ما از این چیز اتفاق نمیفته. بله، این آمد حضرت رو دید، گفت یا ابن رسول الله یه چیزی براتون گفتم. به گفت بگو. گفتم مطهرون نقیات ثیابهم،
خیلی زیباست. مطهرون نقیات ثیابهم تتلی الصلاة علیهم اینما ذکروا. و آل پیغمبر میگه پاکیزه، مثل گلن، هر کجا بنشینن براشون صلوات میفرستن. من لم یکن علویا حین تنسبه. میگه کسی که در مقام نسبت علوی نباشد، الان شما همتون علوی هستید، یه وقت یک کسی نسبتش علویه، یک کسی قلبش باطنش علویه. شما الان عاشق امیرالمومنین هستین، همتون علوی. بله اینم یه نوع نسبته. من لم یکن علویا حین تنسبه فلیس له من قدیم الدهر مفتخر. اگر کسی در مقام نسبت علوی نباشد دیگه هیچ افتخاری نداره. باید برسی به امیرالمومنین، از اون نباید جدا بشی. گفت جز از کل دور شد مردار شد. این دستو چقدر احترام میکنی و چقدر مواظب هستی کثیف نشه، میشوری. من خدا نکرده زبونم داده که قطع بشه، برو آقا ببرید زود ببرید، دیگه مال تو نیست، از تو جدا شد. جز از کل دور شد مردار شد، جیفه شد. اگر از امیرالمومنین دور بشه مردار میشه، از پیغمبر اکرم جدا بشه مردار میشه، از امام حسین جدا بشه همینطور. حالا غرض هم اینجاست، این که میگه که یستقل کثیر المعروف من نفسه، اگه خودش یه چیزی بده کم میشماره. حضرت فرمود چیزی آورده که کسی نیاورده. من نمیفهمم این ابو نواس ظاهرا خیلی آدم سر به هوایی بود، ولی چیزایی گفته که هیچ کس نگفته. حالا اینا دیگه معماست، خیلی نمیشه حرف زد. من یه چیزایی از ابو نواس دارم که جدا هیچ کس نگفته، ولی به وقتش به شما گفتن، میگم ایشون. حضرت فرمود که چیزی آوردی که کسی نیاورده، هیچ کس مثل تو نگفته. حضرت یک مبلغ قابل توجه پیش پول داد، بعد از قاطر پیاده شد. پول زیاد بوده اما کمه. یا غلام سق الیه البغله، این قاطرم بهش بده، یعنی ماشینشو داد بهش. چرا؟ لعله یستقلها، شاید این پولا را کم بشمارد، کم باشه براش. حالا تو بگو آقا چقدر پول داد؟ بله برای خودش نمیداد، برای ترویج حق میداد، چون خودش حق بود. برای خودش نبوده، برای ترویج حق پول میدادن. نه بله حق اینا بودن دیگه. غرض حالا برگردم به اینجا، یستکثر قلیل المعروف من غیره، احسان و یه صله خیلی کم را از غیر خود میفرماد که صاحب عقل کامل زیاد میشمارد. یک خود نویس هم که بهش بدن زیاد میشمارد. خیلی ممنون، دستت در نکنم، شرمنده شدم. و یستقل کثیر المعروف به نفسه، اما خودش یه خونم برای کسی بخره فراموش میکنه. کاری نکردیم، وظیفه ای ما بود. یه عده هستن که خودشون خیلی بالا میدونن. حالا یه نفره میبینی که مثلا این ظاهرش مثل این نیست، برو آقا برو کنار، آتشت منو میسوزونه. نه، میگه و یر الناس کلهم خیرا منه، همه را از خودش بهتر میدونه، همه را از خودش بهتر. و انه شرهم فی نفسه، نزد خودش خود را از همه کمتر میدونه. امیرالمومنین فرمود و هو تمام الامر، این تمام آمادگی این است. برو بررسی کن، اگر این گونه هستی صحبت نور بکن، صحبت آمادگی بکن. صلوات محبت کنید.